2 دقیقه یه حکایت از سعدی به زبون خودمونی بهت میگم، به کارت میاد. یه روز یه پادشاه یه اسیری رو میخواد بکشه. بعد این اسیره شروع میکنه به فحش دادن به پادشاه. سعدی میگه که هر که دست از جام بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. بعد این پادشاه از وزیراش میپرسه که داره چی میگه. یه وزیر باحال و مشتی اونجا باشه، میگه که این داره میگه اگر منو ببخشید خیلی شما خوبید و از شون و شوکت شما داره میگه. پادشاه خوشش میاد، این اسیره رو میبخشه. یه وزیر دیگه که تو مخی باشه میگه که ما به جز راست به پادشاه نباید بگیم. میگه پادشاه این داره بهت فحش میده. بعد پادشاه از این حرف وزیر دوم ناراحت میشه، میگه که تو حرف وزیر اول یه مصلحتی بود، توی حرف تو غیر از فتنه چیزی نیست. سعدی میگه که دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. توی آخر حکایت یه بیت شعر میاد که خیلی باحاله: هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. اگر یه بزرگی به حرفتون گوش میده، حیفه که حرف بد بزنید. یه حرفی باید بزنید که به مصلحت بقیه باشه.